اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما برادران، خواهران و مادرانی که از هر کجای دنیا بیننده برنامه ما هستند. به امید قبول طاعات و عبادات شما خداوند را سپاسگزار هستیم که توفیق نصیب کرد تا در یک برنامه دیگر از آدرس مجمع قرآنی شیخ استاد عبدالکبیر حیدری در خدمت شما خوبان و عزیزان قرار داشته باشیم. خوشبختانه این بار دو برادر عزیز و گرانقدر ما، هر یک جناب محترم شاکری صاحب از کشور کانادا با تعداد 30 بسته مواد غذایی و همچنان دکتر صاحب سمی سیرت از کشور جرمنی با تعداد 8 بسته مواد غذایی را مساعدت کردند. تیم همکارمان بعد از سروی دقیق از فامیل های مریضدار، نیازمند و مستحق بسته های کمکی را آماده کرده اند که تا لحظات بعد برای مستحقین توزیع صورت می گیرد. ناودن ندارم، مردم سفید است، خودم مریض هستم. خدای کسی که کمک میکنه خیر نه، خداوندشان توانشان جان جور بده. دیگر خوش بخی از بین رفته، یک دیگر عملیات شده مصنوی، دیگر پلاتین انداخته، کار کردن نمیتونه، ششتم قلبی مریض هستم، کار کردن نمیتونم، از کار دکتر پاریز میکردن، نانآور ندارم و شما یک کمک خواستم. پدر اولادای ما در کنج خانه بیچاره به دست به گوش به چشم چیز آوردن مالا نداریم که بر ما چیز بیاره کسی کمک ما کنه. من از نورستان هستم و در مکتب چوکیدار هستم و دفعات معاش نمیکنم و خیلی بیره کسی با ما کمک میکنه. نانآور خانه خودم باشه و کسی نیست. زلسوالی پغمان آمدیم، تکلیف حساب داره در خانه، دیگه مریض است، دیگه نانآور دیگه نیست. نهایت مزار هستم، سرپرست خانه ندارم. مجمع قرآنی شیخ استاد عبدالکبیر حیدری در کنار فعالیت‌های قرآنی، فرهنگی و تدریسی یک پل ارتباطی بین شما خیرین عزیز و نیازمندان می باشد و قلباً سپاسگزار هستیم از این دو عزیز و بزرگوار و همچنان دوستانی که تا این دم نهاد خیری ما را یاری رساندند و خداوند به حسنات شما بیفزاید و توفیق هرچی بیشتر نصیب ما بگرداند. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند پاک و لایزال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.